وزارت اطلاعات ایران که امور امنیت جمهوری اسلامی را در دست دارد روز 11 ژانویه سال 2024 با پخش یک اطلاعیه نام سازنده بمب‌ها در محل مرگبار کرمان استفاده شده را نشر نمود. بنا به این بیانیه طراح و پشتیبان اصلی عملیات جنایتکارانه مورد بحث فرد تاجیکستانی به نام مستعاری عبدالله تاجیکی بوده است. این وزارتخانه می افزاید که این شهروند تاجیکستان در تاریخ 28 آذر ماه گذشته همراه با یک زن و یک کودک برای تامین پوشش به صورت غیر مجاز و توسط قاچاقبرهای محلی از مرزهای جنوب و شرق وارد ایران شده به استان کرمان منتقل و در خانه اجاره در نزدیکی شهر کرمان مستقر می شود. بر اساس این اطلاعیه این شهروند تاجیکستان علاوه بر رهبری این عملیات تروریستی اینچنین به ساختن بمب نیز شخصا مشغول شده است، ولی به نیروهای امنیتی ایران میسر نشده است که این نفر را دستگیر نمایند. او پس از آماده نمودن بمب‌های انتحاری و قدم به قدم کشیدن نقشه ترور را برای مسلکان خود 2 روز پیش از خود حمله ایران را ترک نموده است. شخصیت هر دو مرگ طلب نیز از جانب مقامات ایران معین کرده شده است. گفته می شوند هر دو مرگ طلب شهروندان تاجیکستان بوده. یکی از آنها بازارف اسرائیل امونالویویچ نام داشته 24 ساله بوده است. در مورد شخصیت دوم گفته شده است که کی بودن او را نیز بعد چند روز خواهند گفت. همچنین در این بیانیه به طور مفصل از کدام راه وارد خاک ایران شدن این شهروندان تاجیکستانی نقل شده است. در ادامه این اطلاع نوشته شده است که در روزهای حادثه از ساعت 13:03 و 13:16 این دو انتحاری به طور جداگانه از خانه خارج و به سوی گلزار شهدای کرمان حرکت می کنند. بنا به این گزارش گویا تروریستان پس از دیدن ماموران امنیتی و تدبیرهای شدید امنیتی که آن روز در محل دفن قاسم سلیمانی حکم فرما بود از ترس به دست افتادن تصمیم گرفتند این عملیات خود را در مسافه دورتر از مقبره قاسم سلیمانی و بیرون از قبرستان راه اندازی کنند. باید یادآور شد که در این دو ترکش مرگبار که روز 3 ژانویه سال 2024 در 4مین سالگرد قتل فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی در شهر کرمان به وقوع پیوست نزدیک به 100 نفر جان خود را از دست دادند. شاخه خراسانی سازمان تروریستی به نام دولت اسلامی که در مطبوعات با نام داعش معروف است مسئولیت ترکش‌های کرمان را به عهده گرفت. مقامات امریکا با تکیه به منابع استخباراتی خود نیز تایید نمود که واقعاً از روی عملهای آنها شاخه داعش مستقر در خاک افغانستان عمله ها را انجام داده است. لازم به یادآوری است که در گذشته شهروندان تاجیکستان به دست داشتن در عملهای تروریستی در خاک ایران عیبدار شدند. حمله های سابق نیز که از طرف شهروندان تاجیکستان انجامیده بود از نام داعش قلمداد شده است و داعش نیز آنها را مجاهدین خود نامیده است.